هر کی مهمان را گرامی میکند کوشش بر نیکنامی میکند. ما بهر نیکنامی کوشش داریم با حضور مهمان عزتمند، هنرمند جوان، راهبر بدیعی شعبه فرهنگ شهر حصار، رامیز پرویز. خیلی از دیدارتون شدیم. خیر مقدم. تشکر. خب رامیز پرویز همگان میدونن فرزند هنرمند محبوب پرویز پولادی هستند. خوب هستید؟ تشکر. پدر خوب است؟ رحمت. سربلند باشید. خوش، ما از هنر رامیز با خبریم و باز یک هنر نوی که معرفگرش بودین، هنر راویگی است در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من. رامیز یکی از اشتراکچیان فعال بودند و یک جای نمایان را در بخش راویگی هم اشغال کردند. خب بیا در این مورد نخست شروع کنیم صحبت را. سر اول من نیز در نوبت خود سلام عرض می‌دارم به کل بینندگان گرامی تلویزیونی سفینه و خیلی پزمان دیدارشان شده بودم. البته که طول چند وقت می شود همچون هنرمند در برنامه قریب که شرکت نورزیدیم، ولی شما درست قید کردید که سال گذشته سال 2019 با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک آزمونی بسیار هم خوب و به مورد هم نیز راه اندازی گردید با نام تاجیکستان وطن عزیز من که این یک فکر میکنم برای رشد و انکشاف استعدادهای جوان سهمگذار بود، چون چندین چهره های جوان را کشف کردیم. چندین هنرهای نهفته روی آب برآمدن و من نیز در همان قطار یکی از اشتراکچیان همین آزمون بودم در نامیناسیون راویگی. البته که من طول چندین سالهای قبل در تلویزیون بهارستان به حیث راوی کار فعالیت داشتم و این هم سبب داشت چون یک مدت می شود این چیز با همگان رخ می دهد، ولی اکثر این مردم هنرمند و خاصتا آوازخوان مشاهده می کنند که در وقتی گذریش سن و سال، وقتی که از نورسی به جوانی گذریش می شود، تغییریابی صدا پرده ها به وجود می آید که در آن زمان بسیار می باید که احتیاط کنیم صدا پرده، چون بسیار هم یک عضو نازک انسان است. بله. و من دیگر نمی توانستم اون زمان آوازخوانی کنم. از همین سبب برای اونه که از نظر مردم دور نباشم و میان مردم باشم، در چشم اونها تافته ایستم، راویگی رو پیشه گرفتم و طول یک 3 سال در تلویزیون بهارستان به حیث راوی کار و فعالیت داشتم و بعداً باز بعد اونه که صدا پرده جای خود را گرفتند، من باز همچون آوازخوان روی صحنه آمدم و دیگر راویگی پس پرده ماند و بنابر از همین فرصت مناسب استفاده برده بار دیگر خواستم که خودم را در همین سمت سنجم تا چه اندازه از عهده همین کار میبرایم و فکر میکنم که برای اکثر اون نفرانی که مرا همچون آوازخوان میشناختن این نیز یک نویگری بود که مرا همچون راوی در صحنه ببینن. و شما در 3 دوره این آزمون شرکت ورزیدید. بله. و از این دوره ها گذشتید. این دمون لحظه میخواهیم که با بیننده هم یک بار دیگر بسنجیم مهارت راویگی رامیز پرویز را و از همون شعرهایی که در آنجا خوانده ای میخواهم نخست باشد. شعر از استاد عبدالله رهنما. قسم. قسم به عشق بزرگ که نیست پایانش، قسم به گردش تقدیر گردگردانش، قسم به آب زلالش که رایگان جاری است، قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش، قسم به جلد کتاب که در بخارا سوخت، قسم به دست خط چرم پوش دیوانش، قسم به حرمت چوب سفید گهواره، قسم به مادر معصوم پاک دامانش، قسم به لاله دشتش که سرخ می روید
برنگ خون رگ گردن نیاگانش. قسم به عزم بهاری که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش. قسم به باره سنگ که قصر ملت شد، قسم به موج خط پرچم پرافشانش. قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش. مقدس است زمین که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستانش. احسن. واقعا بیننده رو نمیدونم ولی من با وجد اومدم هم برای اینقدر مصرع‌های بلند مضمون و هم برای واقعا هم در سطح والا قرائت این شعر. و اکنون میگذاریم به هنر. هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. واقعا هم هر چیزی که در زندگی یافتم نام است، شهرت است به اندازه معین. البته من خودم را هیچگاه نمیگویم که شهرتیار هستم، ولی به همون اندازه معین، به همون تعداد معینی که مخلصان خود را، دایره شنونده های خود را دارم، همه همین از پشت هنر است البته که. و من طول 26 سال می شود که از خاندان هنرمند، از دسترخوان هنرمند نان می خورم و طول 17 سال می شود که خودم نیز در همین جاده علاقه گام های استوار می گذارم و بسیار هم شکرگزار هستم از کسب خودم و سرول از پدر و استاد گرامیم، استاد پرویز پولادی که نازکی های این هنر را برای من آموختند. و اگر خودستایی نشود، اگر منمنی نشود، من باید بگویم که من تنها با هنری آوازخوانی محدود نیستم. شکرانه از حوزه نواختن میبرایم، آهنگسازی میکنم کم کم، بعضا وقت شعر نیز می نویسم، گرچنده که با نوشتن یک چند پاره های منظوم دعوای شاعری ندارم، ولی خوشبختانه تعداد زیادی هنرمندان معروف کشورمان از نوشته های بنده برخوردار هستند، شعرهایم را آهنگ بسته خواندند و من اکثر وقت خودم نیز در قالب آهنگ شعر می نویسم و این چنین اکتوری میکنم. و یک سال 2012 اگر خطا نکنم در میانی 17 تئاترهای خلقی شهر و ناحیه‌های کشور سزاوار شاه جایزه گشته بودیم با به صحنه گذاشتن یک نمایشنامه از شادروان سلطان مقدم با نام مادر مرا ببخش و من اونجا صحنه 6 پردگی بود که من در اونجا نقش اساسی رو می‌بازیدم و بسیار هم یک صحنه بود که داغ روز بود و برای مردم پسند آمد و همون نمایش ما در میان 17 تئاترهای خلقی سزاوار شاه جایزه گردیده بود و همه همین هنر است، همه همین هنر است که این نازکی همه این رو من از پدر بزرگوارم پرویز پولادی آموختم و از ایشان سپاسگزارم. سپاسگزار خواهیم شد اگر یک ترانه چون با خود یک اسباب زیبا هارمونیا آوردید پیشنهاد کنید، پیشنهاد بیننده، پیشنهاد بله کلی تماشا. اسبابی که اینجا من با خود آوردم هارمونیا نام دارد و اسباب هندی است. بیشتر در کشورهای افغانستان و هندوستان به کار می رود و البته در ما نیز هستند هنرمندانی که با این اسباب سر و کار دارند. باید بگویم که این اسباب البته که باید با هم‌آوازی طبله صدا دهد چون زیباتر می شود و به گوش فارمتر و این لحظه که چونانی که می‌دانیم در تاجیکستان طبل نوازان گلچین هستند، یکچین هستند و ما نتوانستیم امروز کدام از آنها رو همراه خود آورده باشیم. بنابراین اگر خطاگی مقصد گوییم من احساسی تنهایی میکنم به اونها باشد، من قبلا معذرت میپرسم. بیننده اینو درک میکند و میفهمند شما رو. کاش مرحمت.
دل میکنم جان زنده میتپه دل میزنه دل میکنم جان زنده تاجیکم جان دادنی من نیست آسان زنده تاجیکم جان دادنی من نیست آسان زنده گر لبی نانی ندارم مشت خاکت نانی من گر لبی نانی ندارم مشت خاکت نانی من با یک کف خاک پاکت تاجیکستان زنده من با یک کف خاک پاکت تاجیکستان زنده زنده ای وطن ای روح سالم ای تو جانی جانی من ای وطن ای روح سالم ای تو جانی جانی من با یادت من با نامت همچو انسان زنده من با نامت من با یادت همچو انسان زنده قدر تو جانان وطن هر کس نداند قربان کرده خاک تو تیایی چشمان زنده جان نثار و جان فدا فرزند ها داری وطن من یکی اندر صفی آن سر بداران زنده جان نثار و جان فدا فرزند ها داری وطن من یکی اندر صفی آن سر بداران زنده تشکر احسن زنده باشید چون رامیز هم گفتن هر چیزی که تو با امروز آموختن از پدر بزرگ آموخت بله و کسی مجبورت هم نکرده که به هنر رو بیاری تنها هم محیط خانواده بله بله همون محیط خانوادگی بود که چون در خاندان ما پیوسته یک فضای موسیقی طنین انداز است و این چیز البته که بر روحیه کودک چون من اون زمان کودک بودم به تاثیر نمیمونه و من همیشه از همون نشستای پدرم چون در اونجا همین کنجکاوانه می نشستم گوش میکردم که اونا چی صحبت میکنن در کدام موضوع صحبت میکنن چی میخونن و برای من جالب بود و البته که همون فضا برای من تاثیر کرد و من وقتی که خواهرانم لختک بازی میکردن در توی لختکای همونو حافظ میکردم فقط و آهسته آهسته حافظ به پول حافظ برای آنها در توی لختکای خواهرانم من به حیث محفل آرا بودم و زمان یک روز وقتی که پدرم به کار میرفتن یک صبح از من خواهش کردند که همون انجام های طفل تازه کنیشان را آورم تا اینکه طفلشان را تازه کنم و وقتی که همون شاتکر در دستی من بود همراه همون کرمی طفل تازه کنی من اون رو همچون میکروفون نزد خود قرار دادم و
ва як оҳанги падарамро замзама карда омадам, оно бо диққат маро гӯш карданд, чун то ҳамон замон боре ҳам аз ман нашунида будам ки ман дар куҷои ҳофизӣ кунам ё замзама карда бошам. мекардам дар кӯдакӣ баробари худи падар, вале дар алоҳидагӣ надида буданд ва аҳамият ҳам намедодам. ва чун дар он замон падарам бо ҳунармандони ҷавони ҳамон вақта, ҳунармандони наврас ҳатто гӯем, хато намешавад ба фикрам Парвина Шукрлой ва Садриддини Наҷмиддин ҳамкориҳои зич доштанд ва барои эшон оҳангҳо таҳия мекарданд. аз ман хоҳиш карданд ки охи ҳамихи ҳунар доштаиву, намешавад ки барои туам як оҳанг омода созаму як бор худатро санҷӣ. ва ман ин таклифи ғайричашмдошти падарамро албатта ки бо ҷону дил пазируфтам ва ҳамон замон озмуни умумиҷумҳуриявии телевизионии ғунчаҳои умед роҳандозӣ шуда буд ва бисёрам мувофиқ омад ба ҳамон вақт ва барои ман як суруд омода карданд ва дар ҳамон озмун ман ширкат варзида сазовори ҷои намоён шудам ва ин бозам илҳоми маро дучанд кард ки дар аввалин баромада малакаи сазовори ҷои намоён шудам, бояд ки сермасъул бошем нисбати пешаи интихоб кардаи худамон. ва албатта ки вақте ки одам касби худро дӯст медорад, серҳаракат мешавад, дар талош мешавад, ба ҷое мерасад, ман фикр мекунам ва мо низ ба умеди ҳамон расиданҳо талош дорем. ба хулаи мурод. кош. бале. ва мавзӯи дӯстдошта чӣ мавзӯъ бошад, Ромизи Парвиз? ман мавзӯъҳои тарихиро бештар дӯст медорам ва тамошои филмҳои тарихиро низ бисёр меписандам. ва модарам чун филолог ҳастанд ва бевосита муаллимаи фанни забон адабиёт ва инчунин дар замони мактабхонаам роҳбари синфи мо буданд. ва бояд инҷо қайд кунам ки саҳми модарҷони азизам низ ҳаст ки ман то тавонам интихоби дурусти шеър дошта бошам ё дар суҳбат озод бошам, чун тавонистанд ки дар ҳамин ботини мо чӣ гӯям забони адабии тоҷикиро яъне инкишоф дода тавонистанд, чун ман ҳамин чизро аз даст надиҳам, аз забони ман ҳеҷ гоҳ ҳамин забони адабӣ яъне гум нашавад. ва ман пайваста кӯшиш мекунам ки дар интихоби шеър низ бо модарам машварат кунам ва аз онҳо як маслиҳат пурсам ва баъдан барои суруди худам шеър интихоб кунам. ва албатта ки мавзӯи ватанпарастӣ ин бидуни баҳс, чун ҳар касе ки шукронаи ин ободиҳои ватанро намекунад, фикр мекунам ӯ курнамак аст. самими дил бошад ки вақте мо ғурури миллӣ мегӯем, вақте мо худшиносӣ мегӯем, инро ҳамчун як калима не, инро бояд мо дарк кунем ки чӣ аст ва гуфти шумо ки бояд мо инро исбот кунем, татбиқ кунем дар амал. сарбаланд бошӣ. ташаккур Ромиз, ва бозам гумон мекунам вақташ расида ки боз як таронаи дигар бишнавем аз лаҳни шумо. ман намедонам барои дигар ҳунармандон чӣ гуна аст. вақте ки ман ҳамин асбобро ҳамин навохтам, хосатан ҳамин асбоба мехоҳам ки фақат аз Аҳмад Зоҳир тарона сароӣ кунам. ва агар инҷо шумо иҷозат диҳед, иҷозат аст. як тарона аз устод Шодромон Аҳмад Зоҳир замзама мекунам. کیستم من راهنورد آواره و دیوانه، کیستم من راهنورد آواره و دیوانه، داغ مجنونم زی دست بی کسی افسانه، داغ مجنونم زی دست بی کسی افسانه.
برگ خشکم از درخت آرزو افتاده، برگ خشکم از درخت آرزو افتاده، نه به گلشن راه دادن، نه در آتش خانه، نه به گلشن راه دادن، نه در آتش خانه. کیستم من رهنورد آواره و بیخانه، داغ مجنونم ز دست بی کسی افسانه. نه قبولی زاهد من، نه ز پیری می فروش، نه قبولی زاهد من، نه ز پیری می فروش، نه به مسجد راه دادن، نه در آن میخانه. کیستم من رهنورد آواره و بیگانه، داغ مجنونم ز دست بی کسی افسانه. احسن، تشکر. صداتون خسته نباشید. سلامت باشید. ما در آغاز روزهای اول سال 2020 قرار داریم و هر یک نفر باید که گمان میکنم از آغاز یک سال جدید نقشه های آینده رو تحریزی کند که مثلا در همین سال چی کارها را باید به ثبوت برساند، خاصتا اهل هنر. خب شما چگونه نقشه ریزی و تحریزی کردید سال 2020 رو برای خود؟ اولا باید بگویم که سال 2019 برای من بسیار یک سال با برار و فراموش نشونده بود، چون من سالیانی دراز در انتظار فرزند بودم و در آغاز آن سال 2019 خداوند این نعمتی به بهایش را برای من عطا کرد و من صاحب یک پسرچه دوسترویه که با نام محمد اقبال شدم و فکر میکنم این بهترین آغاز بود در همون سال. و بعدا اینکه به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه آبی برقی راغون که این هم یک آرمان چندین ساله ملت باننگ و صاحب تمدن تاجیک بود. بله. که سالیانی دراز ما منتظری میکشیدیم که کی این نیروگاه به کار می‌دراید و ما آرزوهای خود را پیاده سازیم. و اینچنین سفرهای هنری داشتیم به کشور همسایه ازبکستان. بله. که اینم یک فال نیک بود، چون بعد از چندین سال با اقدام صلح جویانه سرور دو مملکت، بله، چون هم پیشوای معظم ملت خودمان و هم سرور ازبکستان محترم شوکت میرزیوف با خلاصه آمدند که این دوستی که طول چندین عصرها است که ملت ازبک و تاجیک با هم دوست و برادر هستند و نباید که این چیز قطع گردد و گشوده شوی سرحدها، گشوده شوی دلها بین مردم. یک واقعه فرح بخش بود. واقعا همه اینا در خاطره ما نقش بست و اصلا مردم هنرمند خودش از همین زیبایی ها، از چه گویم واقعهایی که فرح بخش است الهام میگیرد، کیفیت میبرد و این چیز بر روحیه ما بسیار، اولا من فکر میکنم بر روحیه مردم هنرمند این چیز تاثیر میکنه و من از اون چیزها سرفراز هستم و
فکر میکنم که سال 2020 نیز یکی از سالهای با برار شود و سال عملی شوی آرزوهای همه ما و شما و تمام کل ملت سرفراز تاجیک گردد، چون ما پیام پرزیدنت مملکت را هوش و گوش کردیم همراه کارمندانمان در شعبه فرهنگ شهر حصار. یک پیام خاطرمان هم بود. بله پیام خاطرمان هم بود و خاصتا همینه که تاکید کردند که آزمون‌های فروغ صبح دانایی و اینچنین تاجیکستان وطن عزیز من همه ساله راه اندازی شود. واقعا هم این یک تاثیر خود را میرساند. البته که شما دیدید که در همین آزمون‌ها چقدر چهره‌های نو و من تنها در آزمون تاجیکستان و وطن عزیز من شرکت کردم، ولی توجه داشتم به آزمون فروغ صبح دانایی نیست که چقدر کادرهای جوان و الکه زیرک و دانا صاحب عقل و ذکاوت قوی، چون از صحبت‌های اونا رو من گوش می‌کردم، مشاهده می‌کردم که بسیارم تلاش دارند و من باید قید کنم اینجا که من نیز سال رو با آغاز مطالعه کردن کتاب‌های بدیعی سر کردم. کتاب استاد جلال اکرامی رو اثرشون رو با نام دختر آتش خوانده به اتمام رساندم. این زمان پی مطالعه 12 دروازه بخارا هستم و بعد از این البته که فرصت دست دهد نیت دارم که تختی واژگون رو نیست که چون هر این سگانه هستند به اتمام رسانم و بعدا چون یک اقدام خوبی دیگر از جانب پیشوای ملت گفته شد که یعنی کتاب تاجیکان باز نشر شود و به هر یک اویله تحفه کرده شود از نام پرزیدنت. البته که این کتاب در خاندان ما هست، ولی این چیز با سبب می شود که دوباره ورق گردانیم از تاریخ ملت کو هم بنیاد ما آگاهی پیدا کنیم. تشکر. خوب، یعنی که دوام سال 2020 مطالعه کتاب بعدا مردم هنرمند کتاب مطالعه می شود، حتما که ایجاد می شود پای همون مطالعه کتاب. بله. تشکر رامیز، ما به شما برار می خواهیم. تشکر برای صحبت. من اطمینانم کامل است که همسالانت از این صحبت، خاصتا همسالان یک جهان معنی برداشتن و میکوشن که همین گونه چون رامیز پرویز اقلاً با کتابخوانی در سال 2020 شروع کنند، زیرا که این با منفعت ما است عزیزان. و اصلا کتابخوانی هم یک کیفیت دارد. باور کنید چون به یک دنیای دیگر سیر میکنی. حاضر وقتی که زمان تکنولوژی معاصر است، شاید نفرها میگن که یک کتاب چی در کار، ما میتونیم همه چیزو از اینترنت پیدا کنیم. درست است، ولی باور کنید همسالان عزیز و عموما همه اون نفرانی که این لحظه ما رو میبینید، من به شما توصیه میدم که کتاب خوانید، خاصتا کتاب‌های بدیعی. موقعش دیگر است، تماما دیگر است. وقتی که همون تصویرهای استاد جلال اکرامی رو من میبینم، باور کنید در همون حالت خود رو میبینم. من الکی در همون جا خودم رو میبینم، همون آسمان نیلگون و ستاره ریزی بخارا میگوید، من حتما عاشق بخارا میشم. من بعد از خواندن همین کتاب‌ها باز تصمیم گرفتم که در بهار، حتما حالا سرد است، حتما در بهار از سمرقند و بخارا بار دیگر دیدن نمایم. سربلند باشید. برار موفقیت. تشکر. در آخر هم با ما یک ترانه پیشنهاد میکنید. باشد. من بار دیگر به شما اظهار مینتداری میکنم از دعوتتون که برای ما یک شرایط فراهم آورده تا ما مهمان خاندانی مخلصان خودمان باشیم این لحظه توسط تلویزیون زیبای سفینه و برنامه نازنین شما. تشکر و خدا کند که دیدار آخرین نباشد. و بازم در برنامه‌های من بعده، در چهاربینی‌های من بعده روبرو باشیم و همیشه هر کدام ما که با کدام عمل خود میتوانیم بهر رشد و نموی وطن، بهر رشد و نموی ساحه‌هایی که در آن ما کار میکنیم، خاصتا ساحه فرهنگ، سهمگذار باشیم. سربلند باشید. تشکر برای صحبت. تشکر باشید. ما از بیننده هم تشکر میگوییم برای چند لحظه با ما بودن و طبق وعده رامیز پرویز با یک ترانه دلانگیز با شما خیر و خوش میکنه. عزیزان دوستدار صنعت اصیل باشه. میرویم. بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، بیا ای هموطن سازنده باشه
که با نامی نکو که با نامی نکو که با نامی نکو پاینده باشه بیا ای هموطن بیا ای هموطن بیا ای هموطن سازنده باشه وطن سر می شود از بد نمودن ز باد و خاک و باد و نور خاور وطن یک تک یگاهی هستیم و چو گل بشکفته از هم دستیم و بیا ای هموطن بیا ای هموطن بیا ای هموطن سازنده باشه که با نامی نکو که با نامی نکو که با نامی نکو پاینده باشه